همین کنکورس در تاریخ تاجیکستان و در تاریخ دنیا قدیم از اول تا آخر تنها و تنها برای مردم تاجیک و نفرانی که عصبشون خراب است از کنکورس خیباب است پول ندارند خواهش میکنم که همین ویدیو را تماشا نکنند. 11 عدد لکسوس 450 گیبرید استحصال یابانیا، یک عدد خمری استحصال امریکا سالی برایش 2015، 3 عدد ماشین تویوتا لند کروزر پرادو، یک عدد لکسوس رنگش سیاه سالی برایش 2012، 20 عدد ماشین زفیرا، یک عدد لکسی 570 در کنکورس ما. Assalomu alaykum hamma kasa бародаро. Бозии навбатӣ мо сар шидаги официални видео ягон та буромадагӣ неста. Ята видео буровардем. Просто дар бораи бозӣ гап задем ки амихе мошин дар бозиай. Не ки мошинора дидагӣ набудем. Мошинои навози тайёран дар бозии мо 4 та Opel хечбекай. Дита шози даимҷа, дита дигаш нестай овардестан. Хайушам сёмка меким нишон тометим. 4 таинем хали Opel хечбекай ва ята Mercedes Gelenwagenай ира хай ҳамаи шумо дидагин. Ята дига BMW тройкаи M пакет. M пакете ки 6 та мошина, 4 таш Opel хечбекай, ята Gelenwagenай, ята дига BMW тройкай. Ва бо даҷа 10 та дига телефонай да бозӣ. Бигем нархи билет 100 сомонай. Ва ма просто хали представить накардестам ки кадо قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، خواهر و برادرانی که در برنامه های ما اشتراک میکنید و سپاسگزار از آنیم که همیشه با دستگیری های خود در برنامه های ما هستید. امروز موضوعی که برای شما خیلی مهم دانستیم این موضوع کنکورس ها یا بازی ها یا با نام بعضی از بازی های حلال یا گفته مسابقه های حلال است که در اصل قمار است و چیزی دیگری نیست. در اصل و جز قمار چیزی دیگری نیست. و چرا این رو میگویم قمار؟ بیاید در این باره تفصیلا صحبت می‌کنیم. چگونه که پیش از برنامه رو شروع کردن در اینجا نوارها رو دیدید، هر روز یک گویا خیرخواه پیدا شده ایستاده است که برای مردم یک ماشین یا یگان چیز دیگر یا 10 ماشین برای هموطنان آماده شده ایستاده است و آن هم گویا که همین خیلی به پول به دست هموطنان می رسیده باشد. خیلی با یک حشمت و رکلام و زود باشید و کوشش کنید و دوادوی کنید و کم مانده است و بیایید. ولیکن چگونه به این ماشین ها هموطنان ما صاحب می شوند، چگونه اینها این ماشین رو می رسانند؟ البته که از طریق این که از 200,000 نفر ما تقریبا پول جمع می کنند و با مبلغی که از 200,000 نفر جمع کردن، اگر با 100,000ش صرف کردن تا 5 تا 6 تا ماشین، اون هم اگر از روسیه یا از طریق راه چپ یا دزدی اون ماشین ها به دست آید. اکنون نگاه کنید که امروز این نمود قماری که همه تاجیک های ما میدونیم که با نص قرآن کریم با احادیث پیامبر حرام است و اینچنین حتی در دین هایی که مسلمان نیستند در اصل قمار هرگز حلال نبود، در آنها هم دیده می شود و هیچ یک عقل سالم این را قبول نمی کند و انا همین قمارها را امروز میگویند این بازی است، این کنکورس یا کنکورس هست و یک نمود دیگرش بازی حلال هم هست، در حالی که این هیچ بازی نیست، با بازی رابطه هم ندارد و یگان نمود مسابقه هم نیست. اینجا عیناً همان قمار چگونه که در شریعت
آمده است. معنای قمار این است که یک چند نفر در یک بازی اشتراک میکنند و غالب آن بازی یک نفر می شود یا دو نفر می شود یا سه نفر می شود و بقیه هر پولی که در آنجا ماندن از دست می دهند. یعنی یک چند نفر یک جا پول ماندن و کسی که غالب آمد از همان پولی که به ما بین ماندیم، کسی که آن را میگیرد صاحب پول دیگران شدن و دیگران خسارت دیدن را قمار میگویند. انا این کنکورس ها از همان قمار هم بدتر است، برای آنکه در آنجا فقط اشتراک کنندگانی که هستند از بینشان 2-3 نفر غالب می آید یا یک نفر. در اینجا یک نفری شاه قماربازان، نفری که تمام این قمار رو با این شکلش دیگر اختراع کرد و کاش آن اختراعات رو به یگان چیزی که به مردم فایده میرسد استفاده میکرد، اختراع کرده است. همه ای پول به دست او میرود و او از بین مردم کسی را که خواست انتخاب میکند. نگوید که عادلانه در آنجا میشود. کسی که قمار بازی میکند و قمار رو حلال میداند و فرزندان خود رو، همسر خود رو، عزیزان خود رو از پول قمار سر میکند، او یگان عدل و انصاف ندارد. یعنی هرگز از روی شریعت و از روی عرفی ما تاجیکان یک نفر قمارباز را نمیتوانیم بگوییم که او عدل و انصاف دارد و از روی عدل و انصاف این کارش را انجام میدهد. پس عزیزان، این کنکورس ها نامش کنکورس است یا نامش بازی است، اصلش قمار است. قمار در شریعت وقتی که به آیت سوره مائده نگاه میکنید، الله میگوید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای آنهایی که ایمان آوردید، همان و خمر، نوشابه های سپرتی، هر چیزی که مخدر است انسان را مست میکند، و میسر، قمار با تمام انواعش، و این چونین بت پرستی و فالبینی، اینها همش از پلیدی های کارهای شیطان است. شما خودتان را دور گیرید تا اینکه مفلح از جمله نجات یافتگان گردید. و وقتی به تعریف کلمه میسر یا قمار نگاه میکنیم، در همه جا شرحش چنین است: یک چند نفر به مابین پول میگذارند، یگون بازی میکنند، کسی که غالب آمد یا یک گروهی که غالب آمد آن پولها را میگیرد، کسی که مغلوب شد پولها را نمیگیرد. اما اگر یک نفر گفت من پول میمونم شما بازی کنید، کسی که از شما در اینجا غالب آمد به او میدهم، این قمار نیست، این مسابقه هست برای آنکه کسی که مبلغ گذاشته ایستاده است از بازی بیرون است. یا اینکه یک گروه خودش ماند، گفت همین پول رو من ماندم با شما بازی میکنم، اگر شما بریدید به شما میدهم، اگر من خودم غالب آمدم پولم از آن خودم. مسئله دیگر نه، همه امان اینجا پول پرتایی میکنیم و از بین ما کسی که غالب شد او میگیرد. عین همان میسر، همان قماری که در شریعت حرام شده است، آن هم با نص قرآن کریم با آیت 90 و 91 سوره مائده. و اینجا رو ببینید که عین همان قمار را به مردم بلیت میفروشن، یعنی به مردم میگن همتون پول پرتایید. و طریقه پول پرتافتن که الان دیگر زمان تغییر یافت و راههای پول پرداختن دیگر نمود شد، میگویند ما بلیت داریم، بلیت هایی که خودشان ساختن با 3000 4000 2000 10000 هر نموده که آن قماربازی بالا این را اختراع کرده است، بلیت ها رو میسازند و مردم میفروشند و مردم گمان میکنند که من با این 3000 شاید که صاحبی یک ماشینی خیلی که رکلام کرده استادن BMW یا چیزی دیگر شوم. در حقیقت شاید شما صاحبی همان ماشین میشوید و در وقت قمار برنده شما میشوید. اما اون چی ماشینی؟ ماشینی که با پول حرام آمد، با حق یک چند نفر آمد، برای اینکه دیگرهایی که در این ماشین سهم دارن هرگز به شما آن را هدیه ندادن. آنها هم مثل شما طمع به این ماشین کردن، وقتی ماشین رو نگرفتن، دیگر وقتی گمان میکند که پول من حاضر در فلانی هست و او با همین پول ماشین دارد، هرگز با یک مبارکش بود او ماشین شما رو به خاطر نمی آورد. یعنی اگرچه 3000 داده یا 4000 داده یا $100 داده یک ماشین به دست آوردن، نفرانی که غالب آمدن که این هم خیلی معما است که آیا در حقیقت قمار باشد هم عادلانه در اونجا اختیار می شود از طریق قرعه کشی کسی که در اینجا غالب آمد، یا اینکه همون نفر کسی را که خواست از پیوندانش یا نفرانی که عموما اصلا ماشین هم نمیگیرند و بر دروغ یک نوار میسازن که انا من فلان ماشین رو گرفتم، که این کارها خیلی الان آسان شده ایستاده است. پس
این قمار است و متاسفانه خیلی خیلی مهاجرانی که برایشان شاید برادران مبارز شب و روز از برای آنها داد و فغان کنان دیگر میخواهند حق آنها را ستانند، مهاجرانی که در خانه پدر و مادر و فرزندان انتظارند، مهاجرانی که با دستان خود دیگر با عملهای سنگین مشغول هستند و نان حلال به دست می آورند، قربانی فریب‌های این قماربازان گشته ایستادند و اساسا نفرانی که بلیط میخرند مهاجران هستند و صد افسوس و هزار ندامت برای برادری که بجای اینکه عقلش را بگذارد و بگوید که پول حرام است، اگرچه ماشین به دست آورم هم آن ماشین با پول حرام آمد و چیزی که با حرام آمد نه در دنیا نه در آخرت بقا ندارد، دیگر فریفته میشوند و میگویند نه من با این شریک میشوم، من در اینجا بازی میکنم. و چه خیلی که گفتیم عجیبش نام قمار رو به کنکورس یا به بازی تبدیل دادن. عجب زمانی شد کردیت پرسنت یا گفتیم ریبایی که حرام است نامش رو تبدیل دادن، به جای اون که بگوین پرسنت یا ریباخوری میگوین کردیت، قرضهای دراز مدت، یعنی نامش رو عوض میکنن و ببخشید فاحشه هایی که زناگر هستن نام آنها رو هم با یک کلمه های معشوقه یا معشوقه چیز دیگر آن رو هم عوض کردن و انا امروز قمار رو هم به نزدیکی میبینید که نوشابه های مسکننده رو هم به یگان شراب دیگر آرام بخش یا چیزی دیگر آن رو هم عوض میکنن. اگر این نفر به جای کنکورس به قمار من شریک شوید از طریق قمار این همه ماشین ها صاحب شما میشوید، صاحب ماشین ها میشوید. گفت شاید برادران و خواهران تاجیک ما که در قلب هرچه باشد هم مسلمان هستند اگرچه از عملها دور باشند هم میگفتن نامش به خودش قمار است و اینجا نزدیکی نکنیم. اما خوب حیله پیدا کردن با کنکورس بلیط خرید، بازی شروع می شود، در بازی فعال باشید، اشتراک کنید و چقدر زشت و حرام است پولهایی که با آن بلیط ها به دست می آورند و از داخل آن اگر 100 پول به دست آوردن از آنش فقط نصفش یا از آن کمتر را به ماشین صرف میکنند، اون هم باز والله اعلم و بقیه اش را برای خود میگیرند که هم دیگران قمار بازند و هم نفری که با قمار برای خود این همه درآمد کرده ایستاده است. چیزی دیگر الان کنکورس یا کنکورسی حلال هم برآمده است. عجیبش یعنی کنکورسی حلال است. شکلش چه خیلی است. شمایان از ما بلیط نخرید، اون بلیط کاغذی که هیچ چیز ندارد و اگر شما در بازی برد نکردید صاحب چیز نمیشوید. برای اون که کنکورس هایی که گویا حلال نیستن اینم گویا اگر شما بلیط خریدید و نامتان در آنجا نآمد هیچ چیز خساره نمیکنید، 3000 گرفتید و دیگر به یک نفر حرامخور دادید که این برای تو آشد شود، یعنی به یک حرامخور صدقه کردید اگر در آن بازی برد نکنید. اما بعضی نفرها پیدا شدن که میگوین ما کنکورسی حلال داریم، ما برای شما بلیط های خالی نمیفروشیم، اگر شما در بازی برد نکنید هم صاحب یگان چیز میشوید. یعنی شما از ما یگان نمود سلعه تیرزه گفته ایستاده بود یا پنجره گفته ایستاده بود نمیدونم، تیرزه میخرید یا یگان از محصولات ما رو به گفته خودمون بار ما رو میخرید و با همون که بار ما رو خریدید شما اشتراکچی کنکورسی ما میشوید. هر کسی که مشتری ما شد از ما بار خرید او اشتراکچی کنکورسی ما میشود و از بین همه نفرانی که از ما چیز خریدند شاید یک نفر یا دو نفر یا چند نفر شاید برنده بازی شوند و انا اینها رو که رفته به ماشین بازار هم میتواند بگوید که همه این ماشین از آن من است. چه خیلی آسان است حاضر به یک مغازه‌ای که ماشین فروخته نمیتواند رفته میگوید شما بیکار شدید به شما من $100 میدهم و همین ماشین ها از آن من گفته یک ویدیو میسازم. این کارو خیلی آسان است و نباید اینقدر زود باور کرد. و دیگر میگن هر کسی که از ما چیزی خرید، تیرزه خرید، خانه نیست یکن حتی چیزهای عادی خرید او داخل می شود به کنکورس ما و شاید که نام او در قرعه کشی براید او صاحب این ماشین و حج عمره گفته ایستادن صدقات نامی حج عمره شود که در قمارهای خود خانه الله را حج و عمره جای مبارک را به زبان می آورد و میگویند به شما این میدهیم آن میدهیم. عزیزان کسی که به تیرزه نیاز ندارد ولی به خاطر اون کنکورس اون تیرزه را میخرد این همون قمار است.
ما به آن هیچ محتاج نیستیم، به ما تیرزه در کار نیست. ما میرویم برای اون که اشتراک کنیم در کنکورس که شاید با این طریق حلال باشد، یعنی حلال هم کردن نمود قمار رو. ما دیگر چی میشویم در اینجا در خود قمار یعنی کنکورس شریک میشویم. این هم عیناً همان است، فقط اینجا کمی به جای اون که به 3000 یک کاغذچه خود را فروشند، اینجا به 3000 یا از آن زیادتر یا کمتر یا مبلغ دیگر یک تیرزه شون را میفروشند. یعنی یک تیرزه رو اون رو هم ببینید که با کدام مبلغ، اگر با مبلغ بازار راست آمد و خرنده محتاج آن است دیگه مسئله نیست. من به تیرزه محتاج هستم، به خانه ام و من خریدم، مبلغش هم برای من مناسب. اما نه، نرخ تیرزه از دیگر تیرزه ها فرق میکند. من به تیرزه اصلا یگان خیل نیاز ندارم، من فقط به خاطر شریک شدن در کنکورس اون رو خریده استادم. البته که شریک شدن در قمار است برای اون که نیتی اساسی اینجا میشود کنکورس. و این رو هم بدانید که این نمود را اگرچه شما به هر یک نفر این فروختم و اون فروختم گفتید، و جز قمار چیزی دیگری نیست، برای اون که مقصد اساسی اعضایان قمارباز را شریک کردن می باشد. و این رو هرگز نمیگوییم که این یک قمار حلال است یا گفتیم از بازی های حلال است نام این کنکورسی حلال. اگر کنکورسی حلال می بود دیگر در اینجا به اعلان کردن شرط نبود. کسی که تیرزه از ما خرید به او ما هدیه میدیم به همه برابر، و اینجا یک پول مخصوص، خانه مخصوص، ماشینی مخصوص، جای مخصوص نه. شاید که شما از ما خریدید و در همان روز یگان هدیه معین شد و آنها هم کسی که به خود مثلا محتاج همون چیز است، چگونه که به مغازه می روید بعضا خرید میکنید که یکی میبینید که در داخل خرید شما یک هدیه است و یک چیز محتاج بودید خریدید، میبینید که اونجا نوشته است که کسی که از این خرید و او این رو به پول میدیم. این مسئله دیگر است. اما اینجا یک چند نفر، یعنی تا 1000 شاید به میلیون هم رسد، که افسوس که در این مسئله به زمانی رسیدیم که دیگر مردم چگونه که پیامبر در حدیث میگویند زمانی میآید که مردم دیگر فکر نمیکند از حلال خورده ایستاده است و یا از حرام. مهم این که کسب مال کند، کسب چیزی دیگری کند. و اینجا اینها نفرانی که حتی به تیرزه یگان نمود احتیاج ندارند برای شریک شدن در این قمار تیرزه خرید میکنند که شاید نام من در نفرانی که در اینجا برد کردن یا غالب آمدن خارج شود یا برآید. و مسئله دیگر، مسئله که خیلی هم شرمنده آور است هم خیلی مسئله یک مسخره هست. در بعضی همین قماربازها یا اینها رو ما چی میگوییم؟ بلاگرهای قمار گویم یا شاهان قمارباز، در یوتیوبشون صدقه کردن به یتیم و به کمبغل و به بیچاره ها هم هست. یعنی گویا که باز بالای این که پول مردم رو با راه قمار جمع میکنن، با راه فریب و نیرنگ و پول مردم رو بر علا غارت میکنن. اینجا او راضی هست هیچ برای اینکه یک نفر خودش راضی شد و پولش رو داد اینجا داخل نمیشود. اون نفر برای تو صدقه نداد، او به امید اون که از اون ماشین ها به دست آورد به تو پول داد. یعنی گفته نمیشود که او خودش راضی بود که خودش راضی بود و به من آن پول را داد، او خودش راضی شده بلیط خرید. چگونه میگوید پول مردم را ناحق خورده ایستاده ای؟ او آن پول را این هدیه برای شما اکاگویا نداد، گفت من این پول را میدهم به امید اون که صاحب ماشین شوم، من این پول را میدهم به امید اون که صاحب یکی از آن تحفه های تو شوم. یعنی وقتی که صاحب چیزی نشد، البته او هرگز به او اگر گفتی پولت رو برگردانم جان جان گویان برمیگردانی، برای اون که او میگوید من که صاحب چیزی نمیشدم حداقل تنی پولم رو میگیرم. و عجیبش این است که بعضی این نفران خیلی که گفتم در سایت های خود همین قماربازان از صدقه های خود هم نوار کردن که گویا که با این میخوان بگن که ما اگرچه با قمار پول مردم رو جمع کرده ایستادیم اینقدر خیر هم داریم. و بعضی وقتا دعا هم کردن الله خیرت را قبول کند، در حالی که اون صدقه که از پول قمار میشود آتش جهنم بالای آتش جهنم است. در اینجا حدیث در مسند امام احمد است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا یکسب عبد مالا حراما فیتصدق منه فیقبل منه ولا ينفق منه فیبارک له فیه ولا یترکه خلف ظهره الا کان زاده الى النار. هر نفری که از کسب حرام
خواه از این قمار و کنکورس های حرام باشد، خواه از طریقه پوردهی و پورگیری باشد، خواه به مردم ظلم کرده پول مردم رو گرفتن باشد یا با فریب های دیگر. هر کسی که با پول حرام برای خود، با راه حرام برای خود پول کار میکند و از آن صدقه میکند و گمان میکند که صدقش قبول است و در صدقه کردهش برکت می افزاید، بداند که این عملی او زاده الی النار، زیادتر او را به دوزخ میکشاند. ان الله لا یمحو السیء بالسیء، بدانید که پروردگار بدی را با بدی نمیپوشد. یعنی شما با پول حرام صدقه کردید، گمان نکنید که این پول حرامی صدقه کرده شما اون حرامکاری شما را میپوشاند. نه، اینش هم حرام است، اینش هم حرام است. ولا ينفق منه، چگونه که گفتم گمان نکن که در اینجا برکت میگیری. ولکن یمحو السیء بالحسن ان الخبیث لا یمحو بالخبیث، چیزی که تو الله کارهای بد را با نیکی میپوشاند. صدقه ای که از مال حرام است الکی وای صدقه حرام است. و حتی بعضی از علما میگویند هر کسی که میداند که این حرام خور به او صدقه کرد، برای او حرام است که در حقش دعا کند که الله صدقه شما را قبول کرد. یعنی اینجا حافظ ابن رجب میگویند بدانید که وقتی که یک نفر به شما از حرام صدقه کرد و الله به تو برکت دهد، الله به تو بی افزاید، گفتید شما گناهگار شدید. برای اینکه این بدبخت از حرام صدقه کرده ایستاده است، اگر او را دعا کرده که الله به تو برکت دهد، یعنی دعا کرده ایستاده که حرام خوری تو زیاد شود. پس هرگز نبالید با آن صدقه هایی که از حرام صدقه میکنید، از قمار و از کنکورس ها و همین بازی هایی که پول مردکاری بیچاره را، و چی گویم که برای مردکارها جگر انسان میسوزد، ولی وقتی میبینید که برای کنکورس قمارها پول میدهند، برای رقاصه ها پول میدهند، برای طربخانه ها پول میدهند، انا اینجا میگوید من چیکار کنم که پروردگار این مردم را تا زمانی که خودشان را تغییر ندادن شاید که هرگز تغییر ندهد. و اینجا را ببینید که چگونه که گفتم گویا که ما صدقه هم کرده ایستادیم، گویان یک دو سه رکلام برای قمار خود رو پیش بردن، بعد از آن یک چند تعریف و دعای یک چند نفر برای این قمارباز هایی که گویا که به فلان و فلان دیگر خیر کردند و به آنها گویا کمک کرده ایستادند، در حالی که پروردگار هرگز آن پول حرام شما را قبول نمی کند. لا یقبل الله صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. پیامبر میگویند بدانید که پروردگار نماز شما را به طهارت و صدقه ای که از مال دزدی و از مال حرام است هرگز قبول نمی کند و پروردگار پاک است و از پاک قبول می کند. و کاش نفرانی که از همین قماربازها صدقه می گرفتند دیده و دانسته می گفتند که من نمی خواهم لقمه حلال از گلویم گذرد، این پولی که از قمار به دست آوردی برو به نفر دیگر مثل خودت یا بگذار زقوم خودت باشد. و هرگز اینجا رو نگوید که من از طریقه قمار پولی به دست آوردم رو صدقه میکنم، قسمش رو برای پیشروی خودم صرف میکنم. هم صدقه هم آتش جهنم است و هم این کاری که یعنی پولهایی که از این راه به دست می آورد. و چیزی دیگر این است که در همون حتی سایت های روسی وقتی در آمده درباره قمار، کازینو، که کازینو هم دیگر از خانه یا گفتیم از کلبه قماربازان است و همیشه به آنجا پناه میبرند. درباره همین حتی در سایت های روسی وقتی کمی اطلاع پیدا کردم، اکثریت نفرانی که تمام بود و باش خود را در کازینو از دست دادن و در قمارهای آنلاینی که امروز بازی‌های آنلاینی قمار هم زیاد است از دست دادن، یا در همین مسابقه کنکورس هایی که مثل امروز تاجیک های ما کرده استادن از دست داده استادن، میگویند این را بدانید که اولین قدمی که برای قماربازی نهادید عیناً مثل مواد مخدر است. انسان وقتی به مواد مخدر دست میزند دیگر خود را از آن جدا کرده نمیتواند، یا اینکه دور و دراز معالجه میشود یا اینکه با همین مواد مخدر خود میمیرد. یعنی آنچنان بیمار یا خسته از مواد مخدر می شود که او را از آن جدا کردن ممکن نیست. یا اینکه نفرانی که خیلی به شرب الخمر و یا نوشیدن
عرق و موادهای مست کننده می شوند. برای همین هم اگر به آیت نگاه کنیم، پروردگار میگوید انما الخمر و المیسر، یعنی در نزد موادهای مست کننده اینجا آورد پروردگار میسر قمار رو، برای اون که انسان قمارباز هم انسانی که یک بار از کنکورس بلیت خرید دیگر قلب او تپتوب میکند که بار دیگر هم یک بلیت دیگر خرم، بازی دیگر رو انتظار شدم، شاید این بار برد کردم، این بار نشد، این بار برد کردم، با همین شاید در یک سال پول یک ماشینی که ارزان تر است به همون نفران قمارباز بدهد. یعنی عزیزان این مسئله اونقدر ببخشید خطرناک است که خود را به چاه مواد مخدر زده ایستاده و شما دیگر بیماری کنکورس ها می شوید. چگونه که بعضی ها هزارها بار پرسیدن یک چند نفران قمارباز را کی بازی شروع می شود، کی بلیت می شود، قمار نوبتی کی است، یعنی کنکورس نوبتی قمار نوبتی کی است. برای این یک بیماری می شود و نفرانی که الکی به کنکورس عادت کردید، الکی انتظار بلیت ها هستید، از پی معالجه خود باشید، برای آنکه این لقمه حرام است و حتی ماشینی که یک شما برد کردید و به دست آوردید به آن صبر می شوید، بدانید که ماشینی هست که شما رو به جز جهنم به جای دیگر نمی برد. حق هزاران حق مهاجر در آن است، آنها هم مثل شما بودن، کسی بر رضاگی خود به شما نگفت که انا این ماشین رو با پول من بخر. و اگرچه هزارها بار درباره آیت میگوییم، هزارها بار درباره حرام بودن میسر میگوییم، ولی این مسئله که مسئله کنکورس ها قمار بر علا هست، باید هموطنان عزیز و علل خصوص خواهر و برادرانی که هستید از این خبر باشید. برکه‌ای که در پول حلال شما هست با این قماربازی ها از بین می رود و اینجا حق کودکان است، حق اهل و عائله است، حق مادر بیچاره است و می بینیم که چقدر قمارباز ها پیشروی کرده ایستادند. یعنی یک نفر قمارباز اگر نگاه کنه دیگر شاهانه دارد زندگی میکند. با کدام پول؟ پولی که مهنت کرد، مثل شما غشت زد، مثل شما کریشه برداشت به گفت خودمون، مثل برادر تاجر رفت و از اینجا به آنجا پکت های میوه های خشک را فروخت، یا اینکه مثل برادر دیگری که در یگان شرکت در یگان جای شب روز کار میکند. البته نه در سر کامپیوتر با نوشتن دو سه بلیت ها و این چونین رکلام کردن دو سه ماشین ها پول همه شمایان رو جمع کرده ایستاده است و با امید آنکه این بار نه بار دیگر من به دست خود پول میگیرم، ببخشید ماشین میگیرم، هزارها پولهای مردمی بیچاره مهاجر و جیب آنها رفته ایستاده است. و عجیبش این است که پیشتر میگفتیم بلاگرها هر روز زیاد شده ایستادن، امروز بلاگرهای قمارباز هر روز زیاد شده ایستادن. یعنی هر روز یک قمارباز با بلیت های خود میبراید به یوتیوب و کاش نفرانی که همیشه از پای مخالفان و از پای طالب علمان هستند که بس کنید و این قمارباز ها میگفتند بس کنید، پول مردم رو گرفتن رو بس کنید، دیگر حق مردم خوردن رو بس کنید. ولی اینجا مسئله آن است که اکثریت چی کنیم که اکثریت به این کنکورس ها الکی راه یافتند و الکی میخواهند و در آن راه هم هستند که گویا این قمار نیست و این کنکورس باشد، در حالی که 100% بدون هیچ شبهه مسئله همان میسر است که الله و پیامبرش حرام کرده است و مسئله هست که نه با آن پول حتی ماشینی که میگیرید آن ماشین حرام را به دست خود گرفته اید. و چیزی دیگر عزیزان، چگونه که گفتم باید درباره ضررهایش فکر کرد. عیناً مثل مواد مخدر است و وقت اولین بار به قمار پا نهادید دیگر نمی توانید که از آن به عقب برگردید و نفرانی که الکی قدم نهادید از پی باید معالجه خود شد. چگونه که اکثریت رو و این رو می توانیم خیلی زیاد کاش درباره کنکورس ها گفت و گفت کردن که کدامش حلال است کدامش حرام است، که زیادی ها در همین آخرین کنکورسی که کنکورس حلال با حج و عمره و این چیزها برآمد خیلی زیادی ها سوال هم میفرستند که آیا این حلال است یکی درآمده بینید. شما اینقدر اگر از پی کنکورس باشید کاش از پی پیامدهای قمار که با زبان روسی هم فارسی هم می شود در یوتیوب و در گوگل پیدا کنیم که چقدر مردهایی هستند که خود را حلق‌آویز کردن، خودکشی کردن به خاطر اون که حتی همسر خود را در قمار از دست دادن.
یعنی قمارباز وقتی خانه خود را داد، پول خود را داد، دارایی خود را داد، نفرانی هست که حتی دختر و همسر خود را هم در قمار بوی میدهد. یعنی این گونه قصه های زنده که عینی خود گوینده در مقاله اش یا زنده به زنده با شما میگوید کم نیستند. بیاید در این باره هم بینیم. من نمیگویم این همون کازینو هست، برای اینکه از کازینو کمی پایانتر است. شما فقط 3000 میدهید در کازینوها که دیگر بعضی ها و گفتی روسی ستافکشون خیلی خیلی بالاتر است. اما این هم دیگر اولین شده با کنکورس های این قماربازان کوچک شروع میکنید، بعدا رفته رفته این قماربازی بالاتر و زیادتر و بزرگتر گشتن میگیرد و راه به کنکورس های دیگر پیدا میشود و مثل مواد مخدر دیگر از این راه برگشتن نمیتوانید، یا مرگ یا اینکه قمار. و کم نیستن نفرانی که در قمار کلی حیات خود را صرف کردن و با امید آن که بار خیلی خیلی ثروتمند شوند تمام عمرشون را هم از دست دادن. و وقتی که الله درباره حرام بودن قمار میگوید، در قمار صحبت میکند، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. میگوید بدانید که شیطان با راه قماربازی و با راه مواد مخدر و مست کننده ها میخواهد بین شما مسلمان ها عداوت و بغضا، بدبینی و دشمنی را جای کند. یعنی سبب قماربازی شما ببخشید قماربازی شما سبب می شود که به همدیگر دشمن شوید، همدیگر را بد بینید. و این چونین عرق نوشی هم در مستی که ها بچه ها دست نمیزنند. و اینجا رو ببینید که خیلی زیاده هستند که محض از قمار به هم دشمن شدن. و این نفرانی که تصور کنید 3000 و 10000 و 7000 و حتی 1000 روبل میدهند و یک نفر صاحب ماشین میشوند و دیگران در دستشان چیزی نیست، آیا میگویند مبارکت باشد من هم دفعه دیگر به دست می آورم یا اینکه مسئله دیگر؟ پس اینجا بجز دشمنی قمار چیزی دیگری نمی افزاید و این چونین مردم را از کار خیر کردن، از ذکر پروردگار کردن، از نماز، از عملهایی که آنها می توانند زیادتر پول به دست آورند آنها را باز می دارد. و قماربازها بجز قمار چیزی دیگری ندارند. حتی نفران قمارباز آماده هستند از بهر فرزند و همسر خود برآیند، برای آنکه امید دارند که با همین یک و یک باره خیلی ثروتمند شده، یا اینکه یک مرد کار بیچاره یک صاحب BMW شده می رود. برای همین مسئله عادی نیست، مسئله هست که هموطنان ما در این آلوده شده ایستادند و قماربازها هم از فرصت خود استفاده برده 1001 نمود کنکورس را، یکی با ماشین، دیگری با کامپیوتر، دیگری با چیزی دیگر، دیگری حتی با مسئله های دیگر هر روز دارن اختراع میکنن. و اینجا عزیزان به سوال ها برمیگردم که در اینجا در این مسئله سوال ها هم زیاد هستند. بعد از این انشاءالله باز برمیگردیم به موضوع اگر وقتمون رسید. سوال یکم: من به برده چند بار پول گذرانیدم اما به پول هم سوختم. چه خیل از روی شریعت میتوانم رزبار کرده پول هایم را رویانم؟ برای شما یگان راه نیست که پولتون را رویانید، برای اون که شما به قمار شریک شدید و این مسئله شرعی است. از روی حرام آمده. چگونه که وقتی میگوید با 2 نفر ما دزدی کردیم و پول دزدیدهمون رو یک نفرمون گرفت و گریخت، آیا من آن پولی که او دزدیده رفت از عقبش روم؟ برای اینکه ما 2 نفر در دزدی شریک بودیم. یگان راهی ندارد. شما به قمار که این کنکورس نیست، قمار است، دست زدید و پول خودتون رو دادید که با امیدی که در آنجا ماشین چیز صاحب شوید و اینجا یگان راهی نیست. و اینجا خیلی زیاد توبه کنید و باید این درس برای شما شود که وقتی نام با نامی کنکورس یا بازی حلال میشنویم اول درباره‌اش گفتگو کنیم. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و شاورهم فی الامر. همیشه پروردگار میگوید مشاورت کنید با اهل علم، مشاورت کنید با نفرانی که تجربه دارن. و اینجا خیلی عجیب است، یعنی یک چند نفر بعد از اینکه به گناه دست زدن
بعد از به گفت خودمان الکی کشه رو تمام پختن میپرسن که اکنون چیکار کنیم. پیش از این بود مسئله میگفتیم حرام است دست نزنید. اکنون که در این گناه یا در این قمار شریک شدید برای رویانیدن هیچ راهی ندارید و او هم از اون طرف نفر نیست که از روی شریعت به شما پول دهد. و بیایید به این چیز خیلی فکر کنیم. آیا یک نفر آماده است که به یک شما به عوض 3000 ماشین میدهد و مثل ما هزارها نفر هستند، 200,000 20,000 هستند و اینجا شاید که یعنی در این باره من 100% معلومات ندارم، شاید از اول کنکورس تا همین روز فقط نفران صاحب ماشین شده باشند که در یک گروه با آنها یا در یک اتفاق با آنها هستند. و سوال دیگر، بلیت خریدیم پول گذرانیدیم دیگه جواب ندادن، واتساپ ده یگان چی جواب ندادن، 1000 روبل روسی ده سوختم. به این کنکورس ها باور نکنید. اصلا برایتون که دیگر گفته ایستادید که مردم ببینید که ما همین خیلی سوختیم و خیلی ها آره. یک چند نفر رو من در یکی از نظرها رو میخوندم دیدم که یک چند نفر در آنجا نوشته است که بعد از آن که پول رو گرفتید شما جواب ندادید کجا شدید و نفران کنکورس رو اعلام کرده هم خودشان هم یک بار گمنام شدن. اپا من همین خیلی بازی رو با راهی حلال تشکیل کردنیم. یگان راه دارد، یعنی چگونه بازی رو؟ اگر گفتید من مسابقه تشکیل میکنم، مسابقه که در اون مردم بازی کنند، در اونجا مسابقه شما همچون یک خیرخواه بازی در اون مسابقه رو تشکیل میکنید. مثلا در بسیاری از کشورهای مسلمان میگویند هر کسی که مثلا فلان کتاب رو خوان یا درباره یگان مسئله گفتگو کرد یا کسی یگان کار رو کرد به او جایزه اش میدهیم و مقصد فقط پیشروی مردم است و مردم رو از یگان جهت کمک کردن برای علل خصوص پیشروی علمی هست. اما اینکه من همین خیلی بلیت فروختنی هستم یا همین خیلی کرده براه موندنی هستم، این گونه بازی ها همه نمودش وقتی شما از تمام مردم پول جمع میکنید و یک چند نفر رو از داخلش با قرعه کشی یا انتخاب کرده به اون ماشین میدید، همش قمار است و در قمار یگان راهی حلال وجود ندارد. تجارت است، نمودهای تجارت حلال است و اما کسی که مسابقه تشکیل کردنی هست، مسابقه تماما از این گونه کنکورس بازی ها دور می باشد. سوال دیگر، یک بیماری سالهای آخر همین قمار در یوتیوب و تیک توک گشته است. خیلی خانه ها از این بازی ها ضرر دیده ایستادن. باید پیش اینها رو گرفته شود. البته که باید پیش راه اینها رو گرفته شود وگرنه این دزدها، غارتگرا، قماربازان هر روز یک مردکار بیچاره رو، اکثریت مردکار هستند نفرانی که در این قمارها شریک شدن، ناخودآگاه یا خودآگاه که دیگر خودشون میدانند. میبینید که بعضی ها حتی 1 سال کامل بلیت خریدند و به چیزی صاحب نشدند. بگذار از این با خبر شوند و بگذار در این باره علل خصوص نفرانی که خودشون بلیت خریدند و دیگر در اینجا خسارت دیدن و دیگران بگویند که باور نکنید. عیناً مثل همون لتری هست، لتری که حتی این نمود قمار رو در مکتب ها هم میفروشند پیش از سال نو. عیناً همون هم قمار است، این هم قمار است، لیکن این کنکورس ها قمار بالاتر یا گفتیم لتری هست که قیمت‌تر است. سوال دیگر، اپا جان بعضی ها ماشین از بانک کردیت میگیرند تا مهلت 2 یا 3 سال. کردیت رو که تمام کردن ماشین از خودی وای می شود. آیا این ماشین حلال می باشد یا نه؟ درباره کردیت، اگر ماشین از آن بانک باشد، یعنی بانک آن ماشین را خریده باشد، صاحب اساسی ماشین بانک باشد، اگر در مدت 2 سال پول ماشین را دادید، این تقسیط است. بین تقسیط که شما جدا کرده پول یک چیز خریدهتان رو میدید، در شریعت حلال است. اما بانک صاحب ماشین نباشد. بانک از شرکت ماشین را شما گرفتید، به جای شما بانک به شرکت پول گذرانید و همون پول ماشینی که شرکت از دست بانک گرفت شما زیادتر کرده در طول 2 سال به بانک میدهید، این همون ربا هست. این ربا است. برای اون که در اینجا گویا که برای ماشین خرید بانک به شما قرض داد و صاحب ماشین شرکت بود و بانک همچون نفر سوم در آمد. انا اینجا ربا است، پرسنت است، حرام است. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسول میگوید وقتی بس نمیکنید
پاره دادن و پاره گرفتن و خوردن و شریک شدن را به جنگ الله و پیامبر به خواری و ذلت کمبغلی دیگر آماده باشید. و اینجا رو ببینید که اگر بانک خودش خرید و بانک گفتید همین ماشین رو خر به من فروش، من پولش رو در طول 2 سال میدهم، در اینجا نفر سوم هم وجود ندارد، صاحب ماشین هم که بانک شد، اینجا این بیع تقسیطی می شود. اما کردیتی که الان دارد اکثریتش همین است که بانک همچون طرف سوم به داخل می درآید، از نام خریدار پول را به صاحب مال می دهد و بعد خریدار همون پول را زیاد کرده می دهد که عین همون ربا یا پرسنت می باشد و البته که حرام است. سوال دیگر، کارتل نرکبران در مسجد خانه با حشمت دارد، همه می دانند نرکبران است، همراه خیر خدایی می کند، همه می روند خدایش را می خورند، میلیسه ها کریشوتش میکنن. آیا خیرش قبول است؟ چگونه که کمی بیش گفتم ان الله طیب لا یقبل الا الطیب، این حدیث پیامبر است که الله پاک است و بجز پاکی چیز دیگری را قبول نمی کند. هر پولی که از راه حرام خوب با فروختن نوشابه های سپیرتی و یا مواد مخدر است و هر یک یا اینکه با طریقه قمار است یا اینکه با ظلم مردم است، اینها همش حرام است، خیرش هم حرام است، هیچ ثوابی ندارد و نفرانی که میخورند دیگر آنها یک نفر از آن داد، کاش آنها هم میگفتند ما پول این حرام را یا خیر این حرام را که از حرام به دست آورده است نمیخوریم. و این حدیث پیامبر است. من از پیش خودم چیزی را قبول شد و قبول نشد برای گفتن حق ندارم، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بدانید که پروردگار پاک است و صدقه یا خیری که میکنید اگر از پول حلال به دست آورده باشید اون را قبول میکند. سوال دیگر، من یک بار در همین کنکورس ماشین بریدم. وقتی مرا دعوت کردن برای گرفتن ماشین، رئیس کنکورس گفت که همین ماشین در بازار $800 نرخ دارد، باز دکومنت و افرملینیا هم پول می استد، باز خودت باید پول صرف کنیم، بیا $500 میتیم تا گرفته رفتن گیر. من گفتم ماشین رو میگیرم، خیلی کوشش کردن مرا راضی کنن، وقتی نشد اگرژت کردن، گفتن میتونم همین $500 رو هم ندیهم، آخرش $500 رو گرفتم و رفتم. البته یک نفر دیگری که قربان این کنکورس های قماری شده است و همین رو هم دانید که اگر پولی که در اینجا دادید مثلا $100 بود یا کمتر بود اما شما $500 گرفتید، این $500 تون پولی حرام است و اگر خورده باشید هم یا صرف کرده باشید هم اون $500 رو جدا کنید به یگان نفر دهید، نه همچون خیر همچون خلاصی. اما از اینکه در این قمار این پول رو به دست آوردید، البته که این پول حرام است و نه اینجا چیزی دیگر هم بوده است که ماشینی که در اونجا رکلام کرده استادن به آسانی هم به دستتون نمیدادن. سوال دیگر، من چند بار بخت از توکل گفته هر وقت تا به دستم پول افتید از 500 روبل تا 2000 روبل بلیت خریدم، قریب 20,000 پولم رفت، اقلا صاحب یک ولوسیپد نشدم. با این 20,000 چقدر پرابلم هایم حل می شد. اپا جان اکن همین پول رو رویانم گفته باز می خواهم توکل کرده ببخشید یک بختم رو سنجم. شما چی مصلحت می دهید؟ فقط پولی بایداده ام رو رویانم، دیگر به این کار دست نمی زنم. سوال کننده عزیز، آیا شما می دانید که باز بخت از توکل گفته شاید 20,000 نه 100,000 دیگر رو می دهید و به چیز صاحب نمی شوید؟ یعنی عین احمقی است که شما باز همون چاهی که به داخلش افتیدید باز به همونجا خودتون رو افتانید. البته که مصلحت من این است که حرام است پول خود رو هم از طریقه راهی حرام به دست آورده نمی شود. مثلا چیزی شما رو کسی دزدید، رفته چیزی او رو دزدیده نمیگیرید. در شریعت اگر کسی و شما از روی حرام چیزش رو گرفت، از روی حرام نمیگیرید. این معنیش این نیست مگر اینکه چیزی خودتون رو مثلا چیزی که از آن خودتون است در حوالیش دیدید اون رو گرفته می آید، اما مثلا او مرا دزدید من دیگر کرده چیزی او رو می دزدمش نمی شود. البته که مصلحت من این است که با اون کاری که کرده توبه کنید و بگذار این قصهتون رو به همه آشکار گویید تا درس عبرت شود به نفرانی که به این گونه قمارها باور دارند. اما هرگز مصلحت نمی دهم برای آن که الله می گوید فجتنبوا، اجتناب کنید، خودتون رو دور کنید، در این وقت شما نجات می یابید.
سوالی من را رسانید کاغرز در این موضوع یک رفیقم پول یک غیر دین را دزدیده در کشور مغازه کشد و پدر مادر را حج فرستاد، مسجد ساخت. این چگونه می شود؟ نه مسجدش قبول است، نه حج پدر و مادرش قبول است. از روی حدیث، از روی گفته من مسلمه احمدی نیست. الله نه حج یگان حرام خوری را قبول می کند، نه مسجد پوشیده اش را. و کاش مردمی ما یک در این مسئله با هم همدستی میکردند و میگفتند از آن حرام خوری که از حرام صدقه میکند ما هرگز با او شریکی نمیکنیم تا اینکه آن نفر هم اصلاح میشد. سوال من، اگر بلیتی من ماشین بریده باشد آیا چی باید کرد؟ این ماشین رو کاری که میکنید میبرید و صدقه میکنید، اما به امید ثواب نه، برای اینکه از آن ثواب نیست، برای خلاص شدن از پول حرام. پول حرام وقتی به دست آمد باید از آن خلاص شد و خلاصیش به یگان محتاج میدید، نه به قصد اینکه ثواب میگیرن، برای آنکه از آن نجات شدن. از سوال دیگر، سال گذشته در ناحیه یک گپ پیدا شد که یک انسان خانه خود را در قمار بای داد. شخصی بریده آمد گفت خانه را خالی کن یا دخترت را ته. این گونه حالت ها خیلی زیاد است، اما مقامات کور و کر ناچار. البته که چگونه که گفتم وقتی درباره عاقبت کازینو یا چگونه کازینو حیات مرا نابود کرد، من حتی به سایت روس‌ها داخل شده درباره‌اش خواندم و بعداً به سایت بعضی از کشورهای اروپا که بینم اینها چی میگویند اگرچه مسلمان نیستند. پور هستند نفرانی که حتی همسری خود را در قمار از دست دادن. و چگونه که سوال کننده عزیز خیلی درست ذکر کردید، کجا هستند نفرانی که میگویند ما برای بهتر کردن زندگی مردم کوشش داریم، برای بلند کردن سطح زندگی. بیایید در کازینو، در این قمارخانه ها، در این راه هایی که پول مردم، حتی ناموس مردم از دست می رود، شما بیایید به آن قلف زنید و اعلان کنید که ما داریم برای اصلاح مردم کوشش میکنیم. سوال دیگر، به قمار تشکیل کنها نصیحت میکردید. سوال کننده عزیز، نفرانی که قمار تشکیل میکنند من حتی گمان میکنم گوشهای کر پردهدار دارن که حتی نصیحت رو نمیشنون. وگرنه اگر گفتیم آنها بی عقل و بی خبر هستن، نه خیلی خوب، قمار حلال یا کنکورس حلال دارن پیدا میکنن، صدقه به یتیم، صدقه به بیوزن، یعنی این چیزها رو کسی که میداند البته حرام بودن قمار رو هم میداند. ولیکن سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، الله میگوید برای آنها دیگر برابر است نفرانی که اینقدر گناه کردند که دیگر چشمهایشان پرده گرفت، اینقدر گناه کردند که دیگر گوشهایشان کر شد، اینقدر گناه کردند که ختم الله علی قلوبهم. گناه وقتی زیاد شدن میگیرد به قلب انسان مهر آمده میزند و وقتی مهر در قلب پیدا شد هیچ چیز رو انسان نمیشنود، یگان حقیقت رو شنیده نمیتواند، یگان حقیقت رو دیده نمیتواند. قلب محکم است، عقل دیگر پوشیده است، هر چیزی که هوایش شیطانش به او امر میکند این رو انجام میدهد. و من حتی لایق نصیحت هم نمیدونم این قماربازهایی که چقدر با پول حرام میخورن و حتی رکلام میکنن حرام های خوردهشون رو. و چقدر عجیب است که یک مرد فرزند جگربند خود را با پولی که از قمار به دست آورد بخوراند و بپوشاند و گمان کند که او دیگر حق پدری را انجام داده است. سوال دیگر، من از لاتو ماشین بریدم، چند خیش و تبار گفتند که حرام است، به مسجد خیر کن. رفتم مسجد، دامولا گفت که حاجتخانه مسجد را تعمیر کردن لازم است. حاجتخانه را تعمیر کردم، آیا ثواب می شود؟ شما حاجتخانه را با پولی که از حرام به دست آورده تعمیر کرده باشید هیچ ثواب ندارد، خلاص شدید از آن پول، فقط برای آنکه آن پول از راه حرام است. و چگونه که گفتم این یک بار نه هزارها بار در این باره حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این پولی که یا خیری که شما از مال حرام میکنید به جز آتش جهنم چیزی دیگری نیست، یعنی شما به این ثواب نمیگیرید. اما اینکه شما از آن پول با این راه نجات یافتید تمام، ولی اینجا نگفتید که ماشین را چیکار کردید. برای اینکه تعمیر یک حاجتخانه که برابر نرخ ماشین است، حاجتخانه را من تعمیر کردم، با همین از سرم گناه ساقط شد، ماشین از آن من اگر فکر کرده باشید هرگز چنین نیست، اون ماشین با راه حرام آمد، حرام باقی میماند. سوال دیگر، ما پول نداشته باشیم، یگان کس یاری نداد، ما بلیط خریدنی هستیم به روسیه.
ما می توانیم از بانک قرض گیریم. آیا این خطا است؟ درباره قرض گرفتن از بانک ها البته یگان توشون قرض حسنه نمیدهند، همشون قرض ریبوی میدهند. اگر شما هیچ راه نداشته باشید هم و من یتق الله یجعل له مخرج، شنوندگان عزیز، این وعده الله هست. ناممکنی ها ممکن می شود انسان وقت تکیه به الله کرد و تقوا کرد. پروردگار میگوید هر کسی که تقوا کرد یعنی گفت من به این گناه فقط به خاطر الله دست نمیزنم، یجعل له مخرجه، و او راه های محکم را باز میکند و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که گمان هم نمیکرد به او رزق میدهد. برای همین نفرانی که بارها میپرسند که هیچ راه همان نیست، ما مجبور هستیم که دیگر از بانک ها قرض ریبوی گیریم. عزیزان، کوبت پیدا می شود. وعده الله هست، بگوید پروردگار به خاطر تو، به عزت جلال تو من می توانم بروم قرض ریبوی گیرم، اما نمی گیرم چون از تو می ترسم. به من راه نشان ده. راه پیدا می شود و این وعده الله هست، وعده خالق السماوات و الارض است. می توانید رهن دهید به یگان برادر یا خواهر که میگوید به او این چیزی من رو، یگان چیزی دارایی خود رو بگیر و به عوض این به من پول ده، وقتی من به تو قرض رو برگردانیدم میدی. اما گفتید هیچ راهی چاره نیست، دیگر ما با همین نابود میشویم. در اینجا خواهش میکنم اگر کارگران اجازه دهند، شاید رقمی ما رو میگرفتن، شاید یگان نفر خواهر برادر رو پیدا میکردیم که به شما قرض حسنه با شرط و شروطی که در اسلام است که حتما شما به او رهن میدهید، گرو میدهید، بعدا قرض رو برگردانیدید، گرو شما رو میدهد، قرض داده توانند. اما هرگز گمان نکنید که آخرین راه این ربا است. کاف تو کاف کردیم پیدا میکنیم، فقط این ما هستیم که همیشه راه آسان رو، اون هم بانک های درهایش بازه که هر روز رکلام دارن که بیایید قرض با فایز فلان، اونها رو دیده دویده دیگر راه ها رو نمیبینیم. سوال، ما پول نداشته باشیم، این را گفتم الان، ببخشید. سوال دیگر، مادر مسلمه از پگاه سر کرده، همه قماربازا شما به اتویت در یوتیوب میدهند. بگذار اتویت دیان، اگر ما از اتویت ها هراس داشتیم هرگز در یوتیوب و در برنامه ها نمی برآمدیم. و این رو هم بدونید که یک قمارباز اصلا لایق اتویت دادن ندارد، و اگر اتویت داده باشد هم من اون رو لایق نفر نمیدونم که به من چیزی تاثیر کنه. سوال دیگر، بلوگرانی که در برنامهشون مالهای حرام رکلام میکنن حکمشان چی است؟ البته این تعاون علی الاسم و العدوان است. پروردگار میگوید و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، همدیگر رو در کارهای خیر کمک کنید، در پرهیزگاری و کارهای خیر. در گناه و دشمنی به همدیگر کمک نکنید. کمک کردن برای فروختن مال حرام، البته که این حرام است، گناه میباشد. و سوال آخران عزیزان، بلیط ها را اساساً مهاجران بلیط خرها اساساً مهاجران هستند. همین مهاجران بلیط نخرن، این کنکورس تشکیل کنی ها کپاشون دود میگیرد. همین خیل نیست. البته که همین خیل است. خیلی که گفتم چگونه که قلب من یا قلب دیگر نفرانی که دیگر از خود را از اهل تاجیکستان میدانند و خواهر و برادران تاجیک را نوابسته به هر کسی که در هر جایی که هستند، هم زمین خود هم وطن خود میدانند و قلبشون میسوزد. وقتی شخصا میبینم که یک قمارباز تا تقریبا 500,000 بیننده دارد و اون همه هم انتظار قمار نوبتی هستند، دیگر شکایت را فقط به الله میبریم که این مردم آیا تغییر مییابند، زندگی آنها تغییر مییافته باشد و یا نه. برای اون که مصیبت هایی که مثل قمار، مثل برقاص پول صرف کردن، مثل در طربخانه ها شبهایش مهاجران جمع شده در آنجا برقص و بازی همراه فرزندان خود در بین اوباشان و میزده ها هستند، در یوتیوب کم نیستند. و بعضی ها میگویند خرسندی برای مهاجر. کجا است خرسندی برای مهاجر؟ اسراف برای یک مهاجر، ننگ برای یک مهاجر که در لب در یک چند کفار پول به دست آورد، آن هم به چند مشقت، سپس آن را صرف قمار کند، صرف رقاصه و طربخانه ها کند. پروردگار برای هممون هدایت را و البته که عقل را نصیب کند که با آن عقل خود
و با هدایت پروردگار بدانیم که این چی کار است، این به فایده کی رفته ایستاده است و ما پولهای خود را به جای اینکه به خویش و تبار خود صرف کنیم به جای کیها داده ایستادیم. آن هم نفرانی که چگونه که گفتم روز از روز شهرت یافته ایستادند و عجیبش این است که چگونه که در حدیث است انسان وقتی گناهش زیاد می شود دیگر او حق را دیده نمی تواند. یک نفر پر از گناه است، پر از مال حرام است، وجود او، استاد او از مال حرام دارد تغذیه میگیرد، ولی او به یگان شرم برآمده گویا که او برای مردم دیگر دنیا ساخته است، گویا برای مردم دیگر یک نجات دهنده است. اونقدر با فخر و با کبر و با اینکه این میکنیم و اون میکنیم صحبت دارد، گمان میکند که این نفر خیلی برای مردم کمک کرده ایستاده است. در اصل در حقیقت یک حرامخور بیش نیست و این گونه نفران یک تا نیستند، متاسفانه یک چند تا شده ایستادند و زیاد هم شده ایستادند و ای کاش هر نفری که در این قمارها شریک شدید و در اینجا بای دادید شما هم برای مبارزه به خاطر الله که همین قمار از بین مردم رود و مردمی ما چشمشان گشوده شود نوارهای کوچک تشکیل میکردید، ببخشید نوارهای کوچک می ساختید و می گفتید که انا من همین بلیط رو خریدم از فلانی از اونجا و انا هیچ چیز به دست نآوردم به جز خسران تا که به دیگران در شود. اینجا عزیزان به پایان برنامه می رسیم و با امید آن که پروردگار برای هممون هدایت نصیب کند و هرگز برادران مهاجر، خواهران مهاجر و خواهر و برادرانی که حتی در تاجیکستان هستند به فریب و نیرنگ این قمارهایی که نامشون کنکورس هست نافتند و هرگز قربانی این قماربازان و دیگر کنکورس بازان نشوند. شمایان را به الله می سپارم. همیشه هم خودتان، هم مال و اموالتان، هم تمام عزیزانتان در امان الله باشید که هرگز خیانت به امانت ها نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.